پسرک رفت تا دوباره غرق در سکوت بیابان و صدای سم چهارپایان شود. هر کس طریق یادگیری خودش را دارد. او راه من نیست و بالعکس، ولی هر دوی ما در جستجوی سرنوشت و عاقبت کار خود هستیم. به این دلیل من برای او احترام قائلم. کاروان روز و شب در راه بود. دیدار صحرانشینان سیاهپوش بیشتر و بیشتر میشد و رئیس کاروان که حالا با پسرک دوست شده بود گفت جنگ قبایل چند وقتی شروع شده و این کاروان خوششانسی می‌آورد که اگر رنگ آبادی را ببیند. چهارپایان خسته و کوفته بودند و مسافران کمتر و کمتر دیگر صحبت می‌کردند. سکوت شب‌ها دهشت‌زا بود. دهن‌دره شتران که قبلا فقط دهن‌دره‌ای بود حالا به هنگام شب باعث ترس و وحشت مسافران می‌گشت. ترس از این که غریبه‌ای را متوجه کاروان کند، ولی کاروانچیان مثل اینکه زیاد نگران جنگ نبودند. چنانچه یک شب بی ماه و بی آتش بعد از خوردن یک مشت خرما رئیس کاروان به پسرک گفت وقتی میخورم فکرم به فکر خوردن است، وقتی راه میروم فکرم به راه رفتن است و اگر هم باید وارد جنگ شوم آن روز هم مثل هر روز دیگر برای کشته شدن است، برای اینکه من نه در گذشته و نه در آینده زندگی نمی کنم. من فقط در حال زندگی می کنم. اگر شخص بتواند فقط متوجه زمان حال بشود بسیار آدم خوشبختی است. تو میبینی که زندگی در بیابان هست، ستاره ها در آسمان ها هستند، مردان قبایل هم با هم میجنگند چون بشر هستند. زندگی برای تو میتونه یک مهمانی، یک ضیافت باشه، برای اینکه زندگی همین لحظه است که ما در آن هستیم. 2 شب بعد هنگامی که مسافران همه آماده خفتن میشدند پسرک دنبال ستاره‌ای که تمام راه مشعل راهشان بود گشت. به گمانش آمد که افق نزدیکتر از شب‌های دیگر شده، چون ستاره‌های فراوان دیگر در افق صحرا می‌دید. کاروانچی گفت آنجا آبادی است. پسرک پرسید پس چرا به طرفش نمی‌روی؟ مرد گفت برای اینکه باید شب اینجا بخوابیم.